سلام دوستان، من امروز تصمیم گرفتم بادمجون ترش درست کنم. 2 کیلو بادمجون رو گرفتم، شستم، راه پوست کندم و نگینی دورش خوردش کردم. خب آب و نمک و کمی هم سرکه گذاشتم جوش اومده. بعد این بادمجون رو ریختم توش، 2-3 دقیقه جوش خورده خالی کردم تو آبکش. یه ظرف نسبتا سنگینم گذاشتم روش که آبش گرفته شه. الان این آب گرفته شده بادمجونمونه. بعد این مقداری سیر، حالا باز دل بخواه سلیقه‌ایه که چقدر بیشتر باشه کمتر باشه. 2 قاشق زرجوبه، 2 قاشق نمک و 3 قاشق هم پودر نعنا. البته باز اینا میزانشون به طبع و سلیقه خودتون بستگی داره. اینم سرکه محلی و خیلی خوشمزه. اینم آب و نمک جوشیده شده. نمک رو که اینجا گذاشتم برای که اگه احیانا این کم باشه اضافه بشه، وگرنه این آب و نمک جوشیده رو از قبل آماده کردم و گذاشتم که خنک شده. خب حالا این ظرف شروع می‌کنیم برای ریختن. ظرف تمیز و مرتب میاریم. میتونیم لایه لایه بریزیم، میتونیم هم توی ظرف بزرگتر هم مخلوط کنیم بریزیم، ولی اینجوری حالا از نظر زیباییش هم بهتر میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب این مقداری از این بادمجون میریزیم، یه مقداری هم از این سیرمون میریزیم. بعد دوباره بادمجون میریزیم. این پودر فلفل و چیزمون هم زرجوبه و پودر نعنا، نمک هم مقدارش رو میریزیم که به خورده بادمجون سفید پایین هم برسه. بقیه‌اش هم انجام میدیم. دوباره سیر اضافه میکنیم. و بادمجون مدل دیگه هم هست که بشه درست کنیم. اون به نظر ظاهری برای مهمونی پذیرایی مشکل‌تر میشه. بادمجون ریز درسته رو میاریم، میشوریم، وسط برش میدیم شکم بادمجون رو. اونم باز همینجوری با آب و نمک و کمی سرکه میجوشونیم، میذاریم آبش گرفته شه و بعد این سیر و نعنا و زرجوبه رو میریزیم داخل شکم بادمجون. بعد بس شکمش رو بندیم همینجوری. بعدش سرکه و آب نمک جوشیده رو میریزیم روش. دستورش کلا مثل اینه، فقط فرقش اینه که اون دیگه درسته میریزیم، اینو مواد رو داخلش میریزیم، ولی اینو خرد کردیم دیگه مواد میریزیم داخل ظرف. از استفاده اینجوری استفادهش برای خود آدم به صرفه تر و راحت تره. برای مهمونی اونا خوشگلن و تزیین سفره میتونه باشه براش. این زرچوبه‌مون هم کامل بریزیم. حالا چون ممکنه این چون آبش گرفته شده باشه کامل پرش نمی‌کنم، وقتی آب و سرکه بره قاطیش حجمش بیشتر میشه، ممکنه جاش کم باشه، به خاطر میایم مقداری کمتر می‌ریزیم. اینم تو کمتر میشه بریزیم. مقداری اینم سرکه‌شو با ملاقه می‌ریزیم که نریزه تو بر ظرفمون. کاملا بپوشونه روشو. حالا اینو همینجوری دیگه میذاریم تا چون پخته شده است بادمجونش خیلی سریع آماده میشه. نهایتش 3-4 روزه قابل خوردنه توی حالت. بعدش میتونیم بذاریمش یخچال 2-3 روزه، ولی اگه بخوایم بیشتر بمونه همین از الان باید بذاریمش یخچال که طولانی تر بمونه. ولی چون ما کم دوزش کردیم 2-3 روز میذاریمش بیرون، بعد میذاریم یخچال که دیگه خوردش فست فود آماده است. خب دوستان امیدوارم که خوشتون اومده باشه، درست کنین بخورین خوشتون بیاد و شما رو به خدا میسپارم.